اوازخان زاده تاجیکستان منیژه که سال 2021 در آزمون معتبر اورویژن از روسیه نمایندگی کرد خبر داد که در جشنواره استریولیتو در پتربورگ هنرنمایی نمیکند. منیژه بدون آوردن تفصیلات در اینستاگرام نوشت که نام او را از روی خط اشتراکچیان جشنواره برداشتند. جشنواره استریولیتو روزهای 12 13 ایون دایر می شود و منیژه قبلا گفته بود که برای اشتراک در این چاره‌بینی از فرانسه به روسیه برمیگردد. منیژه چند پیش در پی در شهر پاریس دچار صدمه شدن خواهرش به فرانسه رفته بود. جشنواره استریولیتو 2022 نیز در صحیفه‌اش در شبکه فکنتاکت تصدیق کرد که هنرنمایی منیژه را در این جشنواره به سبب‌های از آن نوابسته لغو کردند. اساسگزار جشنواره ایلیا بارتنیوک نیز به فنتانک قرار لغو هنرنمایی منیژه را با راضیگی طرفین و در وضعیت کنونی درست خوانده است. منیژه بعد نشر خبر اشتراکش در جشنواره استریولیتو هدف یک معرکه گسترده حمله قرار گرفت. در این معرکه بخصوص هنرپیشه روس ماریا شوکشینا سخت فعال بود. چند روز باز به من درباره جشنواره استریولیتو می نویسند هرچه باشد شماره زیاد خائنان در اینجا جمع می شوند تا سرایند و رقص کنند و خرسندی کنند. به پتربورگ مگر این لازم است؟ نوشته شوکشینا در تلگرام. منیژه مخالف جنگ ضد اوکراین بود و آن را جنگ برادرکش نامیده. گفت متاسفانه این جنگ از اختیار او جریان دارد. در عین زمان منیژه مخالف در عرصه فرهنگ در انزوا قرار دادن روسیه بود. منیژه همچنین ماه مارت سال جاری هنوز در روزهای اول آغاز جنگ اوکراین ترانه نوش با نام سرباز به زبان انگلیسی را نشر کرد که در آن با صراحت مخالفت خود را به هر نوع جنگ و خونریزی بیان کرد. منیژه سال 2021 نیز در پی آنکه باعث نماینده روسیه در آزمون اورویژن انتخاب شد به موج گسترده حمله ملتگرایان روس دچار شده بود. منیژه اولین هنرمند نیست که به موقعش نسبت به جنگ روسیه در اوکراین مجازات می شود. ماه مای مقامات روسیه اوازخان زاده ازبکستان نرگس زوکیرووا را به قلمرو روسیه راه ندادند و اعلام کردند که او برای 50 سال یعنی تا سال 2072 از حق عبور مرزهای روسیه محروم کرده شده است. نرگس زوکیرووا نیز جنگ روسیه به ضد اوکراین را محکوم کرده بود.